سلام دخترا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قراره که یاد بگیریم چجوری روی ناخونمون فرنچ بزنیم. من ابتدا اومدم 2 لایه لاک ژلمو زدم و بعد روش با قلم آمبره 1 لایه دیسکو نقره‌ای زدم. اما برای زدن فرنچ بچه‌ها ما از قلم‌های بلند استفاده می‌کنیم. قلموی کار من الان 10-0 هستش. قرار نیستش که خیلی بلند باشه که تعادل مو از دست بره و اگر بخوایم با قلم‌های کوچیک کار بکنیم به علت اینکه طول قلممون کوتاه‌تر موهاش ضخیم‌تر میشه و اون تعادل دستو نداریم. اصول فرنچ زدن چجوریه؟ نحوه برداشتن رنگ از روی قلمو بهتون گفتم و من توی فرنچ زدن از لاک ژل دارم استفاده میکنم بچه‌ها. من ابتدا میام از وسط ناخون یک خطی رو مشخص میکنم. حالا بعد از کناره های ناخون تیکه‌ای که دیگه ناخون به گوش چسبیده، یعنی از اینجاها شما باید در نظر بگیرین که بشه خط کناره فرنچتون. میام یه خط ابتدا میکشم